خب میدونید که نامبرده به اتهام تشویق به فساد و فحشا از شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی به تحمل 10 سال حبس محکوم شده که در حال تحمل حبس. ضمناً به اتهام توهین به مقدسات در شعبه 9 دادگاه کیفری 1 به 5 سال حبس محکوم شده بود که این رأی توسط دادستانی تهران مورد فرجام‌خواهی قرار گرفت، رفت به شعبه 9 دیوان عالی کشور، در اونجا رأی نقض شد و به شعبه هم‌عرض که شعبه 6 بود ارجاع شد. در شعبه 6 بزه انتصابی در مورد نامبرده محرز شناخته شد و با استناد به ماده 262 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 و ماده 513 قانون مجازات اسلامی حکم به اعدام نامبرده صادر شده. حکم با توجه به فرجام‌خواهی که صورت گرفته در دیوان عالی کشور و در حال رسیدگی و هنوز قطعیتش یا نقضش یا ابرامش اعلام نشده که منتظریم تا نتیجه دیوان عالی کشور اعلام بشه و بعد اطلاع رسانی لازم صورت بگیره. لذا هر گونه اطلاع رسانی در این خصوص قبل از اینکه دیوان عالی کشور نظر خودش رو اعلام بکنه مورد تایید نیست. ضمن تشکر از خواهر بزرگوارم سرکار خانم رفیعی، خبرنگار محترم قضایی پایگاه خبری اکو ایران، با احترام دعوت میکنم از خواهر ارجمندم سرکار خانم روحی بنیاد، خبرنگار محترم قضایی خبرگزاری پلیس به جهت طرح پرسش. سلام و عرض ادب